یه گیمر از لپتاپ چی میخواد؟ صفحه نمایش با کیفیت و سریع، کیبورد با کلیدای درست حسابی، گرافیک و CPU خفن و طراحی خاص. با بررسی MSI سایبورگ A13V با ما تا آخر ویدیو همراه باشید. این مدل تو CES 2023 جزو 7 لپتاپ برتر معرفی شد. پردازنده i7 13620H، 6 گیگ گرافیک RTX 4050، 16 گیگ رم DDR5 با باعث 5200، قابلیت ارتقا تا 64 گیگ رو هم داره. فضای ذخیره سازیش هم 512 تا SSD NVMe، از نسخه 4 هم پشتیبانی میکنه، جنریشن 4. صفحه نمایشش هم با پنل 15.6 اینچی فول HD IPS لول ارائه شده، 144 هرتزیه. روشنایی مانیتورش هم 260 نیته. حاشیه‌ای دور مانیتور هم به شدت کم شده از نظر ما، چون توی نسل قدیمی‌تر خیلی حاشیه مانیتور بیشتر بود. بالای مانیتور هم یه زائده به خاطر اینکه حاشیه مانیتور کم شده گذاشتن برای اینکه وبکم رو توش بتونن جا بدن. کیبورد خاص بودن لپتاپ دوچندان کرده، از دکمه‌های شفافش گرفته تا نور آبی زیر کیبورد سایبرپانکی. عمق دکمه کیبورد هم 1.9 میلیمتره. تاچ پد هم این ترکیب کامل تکمیل کرده. آخرین موردی که لپتاپ توی طراحی خیلی خاص کرده، وزن خیلی عالی لپتاپه، 1.9 کیلوگرم که بین لپتاپ گیمینگ یکی از خاصا محسوب میشه. پورت‌های لپتاپ از سمت راست جک شارژر RJ45، HDMI، تایپ C که دیسپلی هم ساپورت میکنه، USB 3.2. سمت چپ لپتاپ هم یه دونه USB 3.2 دیگه و جک هدفون. خب قدرت لپتاپ و سخت افزارش رو روی بازی جدید بررسی کنیم که روی CS2 بین 200 تا 210 FPS میده، روی سایبرپانک بین 50 تا 55 FPS، رینبو 200 تا 240 FPS، اسپایدرمن ریمستر میانگین حدوداً 110 FPS و فورزا موتور اسپورت حدود 78 FPS میده که برای این لپتاپ با همچین کانفیگی با همچین وزنی میشه گفت واقعا فوق العاده است. پرفورمنس مدیون آخرین نسل سری CPU اینتل، جدیدترین نسل گرافیکی انویدیا سری 40 و بهترین نوع رم DDR5 بازاره. باتری لپتاپ یه باتری 3 سلولی 53.5 وات ساعتیه که نسبت به همردای خودش شارژی خیلی بهتری بهتون میده و طبق بنچمارک هایی که الان براتون توی تصویر میذارم نسبت به بقیه لپتاپ و همردای خودش و حتی بالا ردای خودش شارژی بهتری رو بهتون ارائه میده. در آخر بعد از همه این بررسی‌ها به این نتیجه میرسیم که این لپتاپ بهترین گزینه تا رنج 60 تومن برای گیمرها و کسایی که کاری گرافیک سنگین میکنن. ممنونم که ما رو تا آخر ویدیو همراهی کردین. ممنون میشم این ویدیو رو لایک کنید، چنل ما رو هم حتما سابسکرایب کنید.